هپوی سسگرده رو نگاه کنید. اسمش فندقه. خون از سسای فندق میباره. فندق وقتی عصبانی میشه هیچ که نمیتونه جلوشو بگیره. همیشه میاد اینجا میشینه یواشکی نگاه میکنه. اگه هپوی بزرگی بخواد بیاد پیش ماها اذیتمون کنه، فندق حواسش میده، یواشکی بلند میشه میدوه میره دنبال هپوا. بودو فندق، بودو آفرین. فندق گازش بگیر این هپوا رو، میخواد بیاد ما رو اذیت کنه. خب بچه ها، فندق خیلی زرنگه، میره وسط هپو بزرگا، اصلا نمیترسه، دعوا میکنه هپوها رو. و هپوها میگه دوستای منو اذیت نکنید، لیئو باید برای خودش بازی کنه.